من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه. نجات وطن با تماشا کردن و آسوده بودن از دور نمیاد. گاهی بعضیا فکر میکنن یعنی بازگشت به گذشته، ولی آیا کسی که حاضر نیست برای عده مردم ساده‌ای که روش حساب باز کردن حتی ذره از جون و مال و یا امنیت خودش رو خرج کنه واقعا لیاقت داره برای اون مردم تصمیم بگیره؟ کسی که از دور ایستاده آسوده و بی خطر و تنها وقتی قدم جلو میذاره که همه چی براش امن و آماده است. این یعنی حاکم شدن، نه برای خدمت بلکه برای منفعت. ما مردم ایران دیگه اون نسل ساده دلی نیستیم که دلخوش باشیم به اسمها و سایه ها. کسی که امروز نمیتونه در کنار مردمش بیسته فردا هم کنارمون نخواهد موند. کسی